ما وارد ماجرایی بس عظیم میشویم، بسیار سخت. کلیه سران قبایل و کاهنان کشور را خبر کنید تا هر چه سریعتر به اورشلیم بیایند. هیچ یک از پیامبران الهی، نوح، ابراهیم، یوسف، موسی، هیچگاه نگفتند میتوانند بهشت خدا را روی زمین برپا کنند یا بر علیه شیاطین نادیده لشکرکشی به راه بیاندازند. این چه ماجرایی است؟ فتنه جنه و شیاطین. میریام، من برای اون میترسم. هیچ پیامبری وارد چنین ماجرای خطرناکی نشده. آیا موفق میشویم؟ اگر این موجودات بیایند این جوان مغرور را در هم خواهند شکست. ای افسران و سربازان پرین خورده، من شما را به کتاب خدا فرا می‌خوانم. دستور خداوند است که بر موسی نازل شده است. ما وارد ماجرایی بس عظیم میشویم، بسیار سخت. اورشلیم را به شما میسپارم. شای ملک سلیمان. سلیمان را بکش. فیلمی از شهریار بهرانی، تهیه کننده مجتبی فراورده.